خسته شدیم از این همه کلیپ که این میگه فلان کرم پودر رو بزن، اون یکی میگه نه این کرم پودر رو بزن. اصلا ولشون کن. پوستی که میماسه یا میکاپی که خراب میشه اکثرا ناشی از تعریکی هست که پوست بیرون میده. چرا؟ چون تعریک طبیعتا اسیدیه و وقتی که با محصولاتی که توشون الکل یا سیلیکون هست ترکیب میشه میره روی کرم پودر و میکاپتون دوندون میشه یا میگید میکاپمون شره کرد. نمیخوام آبرسان بهت معرفی کنم، نمیخوام بگم اینو بزن اونو بزن. حرف من اینه شما باید مراقب جاهایی باشی که تعریک بیشتر از پوست بیرون میزنه. چرا؟ چون این نواحی رو باید ببندید برای 12 ساعت و هرچی بیشتر بزنید اون تعریک بیشتر میاد بیرون. تنها راه حل چیه؟ همیشه از محصولات اویل کنترل ها استفاده کنید. این که میکاپ شما تا انتهای روز ثابت بمونه فقط به محصولاتی که انتخاب میکنید بستگی نداره، بلکه به نحوه مراقبت از پوست و کنترل تعریکه که مهمه. الان میخوام با کلیپ براتون ثابت کنم که اگه نواحی تعریک بسته بشه حتی تو نواحی شرجی و گرم میکاپتون نه شره میکنه نه کرم پودر رو به هم میریزه. من الان هر دو طرف پوست رو جلوی بخور گرم قرار میدم که نواحی گرمی و شرجی رو به وجود بیارم. بدون اینکه زیرسازی انجام بدم برای هر دو طرف کرم پودر زدم. فقط سمت راست رو از زیر کرم پودر اویل کنترل استفاده شده. میخوام ببینید که چقدر با این تکنیکی که من آموزش میدم حتی جلوی بخور گرم اونقدر ریزش نداره و کرم پودر بلند نمیشه. این طرفی که کرم پودر زده شده نتونست خودش جلوی بخور گرم نگه داره و کاملا از بین رفت. حالا میام سمت راست که از زیر پوست اویل کنترل استفاده شده و نواحی تعریک پوست بسته شده. الان خودتون ملاحظه میفرمایید که چقدر کمتر از اون طرفی که نواحی تعریک بسته نشده بلند شدن کرم پودر کمتره. حتی میتونیم بگیم که قفل شده و کرم پودر بلند نمیشه. دقیقاً تکنیک های علمی و اصولی برای حفظ میکاپ و پوست در طول روز آموزش داده میشه که چطور میکاپ ثابت و ماندگار داشته باشید حتی در شرایط مرطوب و شرجی.